یکی از مواردی که مورد مذاکره بین دو تا حزب کنسرواتیو و لیبرال قرار گرفت همین بود که لیبرال‌ها خیلی اصرار داشتن که سیستم انتخاباتی عوض بشه، به خاطر اینکه سیستم انتخاباتی که الان در اینجا وجود داره به نفع احزاب بزرگه، احزاب کوچک خیلی ضرر میکنن در این انتخابات، چون آرایشون پخش میشه و اینها اصرار داشتن که این سیستم عوض میشه و بین دو تا حزب مذاکراتی صورت گرفت و گفتن که خب حالا ما حاضریم که اگر مردم موافقت بکنن سیستم رو عوض بکنیم به AV یا Alternative Vote و یک همه پرسی هم صورت گرفت و مردم موافقت نکردن، یعنی سیستم عوض نشد. البته ترجیح اصلی حزب لیبرال در اینجا این بود که سیستم پروپورشنال بشه، ولی خب اون کنسرواتیوها حاضر نبودن که قبول بکنن. اونا تا این مرحله حاضر بودن بیان پایین که ایوی رو قبول کنن ولی نه پروپورشنال. حالا راجع به اون بعداً یه خورده بیشتر توضیح میدیم که کاملا روشن بشه که معایب و محاسن هر کدومشون چیه. در حال این سیستم بیس مزایا و معایب سیستم اکثریتی. الف، سیستم های اکثریتی خیلی ساده است. هر کسی که از اونهای دیگه بیشتر رای آورده انتخاب میشه بدون اینکه به مرحله دوم بکشه. منجر به ایجاد یک دولت قوی میشود. چرا؟ به خاطر اینکه این سیستم به نفع احزاب بزرگه. مثلا من یادم میگیره در انتخابات انگلستان معمولا احزاب با 38% یا حتی 38-39% آرای کلی میتونستن در پارلمان اکثریت مطلق رو داشته باشن. یعنی نسبت آرایشون با نسبت تعداد نمایندگانشون نسبیت به اون صورت که باید داشته باشه نداره، هیچ وقت نداشته. چرا؟ به خاطر اینکه آرای احزاب کوچیک، مثلا فرض کنید که یک حزب مثل حزب سبز یا حزب لیبرال یا احزاب کوچک دیگه که وجود دارن، اینا مثلا فرض کنید که از حمایت 20% مردم، 15%، 10% مردم برخوردار هستن. خواهش می‌کنم بفرمایید. حالا اگر این 10% یا 15% که یک حزب کوچیک داره، این در بین حوزه‌های مختلف پخش بشه، ممکنه که در هیچ کدوم از این حوزه‌ها اینها اکثریت به دست نیارن و این 15% مردم که علاقه‌مندن، مثلا فرض کن حزب لیبرال مثلا فرض کنید که دولت رو در دست بگیره، اینا اصلا در مجلس یک دونه هم نماینده نداشته باشه. من یادمه که مثلا فرض کنید که تا چندین سال پیش حزب لیبرال در این کشور تعداد نمایندگانش از تعداد انگشتان دست من کمتر، ولی اینها مثلا حدود 20% آرای عمومی داشت. علت این بود که خب این 20% در بین مملکت طوری پخش شده بود که در هیچ حوزه‌ای اینها نمیتونستن اکثریت رو به دست. حالا اگه این پروپورشنال بود، 20% نمایندگان که مثلا 600 تا نماینده اینجا داشته باشیم، 20% 600 تا میشه 120 تا. میباید اینا مثلا 120 تا نماینده داشته باشن تا اون نسبت آرایشون با نسبت نمایندگانشون مساوی باشه. در صورتی که در این سیستم فرست پست پست یا این سیستم ساده‌ای که در اینجا استفاده میشه، تعداد نمایندگان احزاب کوچیک خیلی کمتر از اونیه که باید باشه. به همین علت که احزاب کوچیک تعداد نمایندگیشون خیلی کم میشه و اصلا بعدشون نمیتونن هیچ نمایندگی داشته باشن، احزاب بزرگتر میتونن اکثریت مطلق داشته باشن و وقتی اکثریت مطلق دارن در پارلمان احتیاج به ائتلاف ندارن، پس دولت‌های قوی تشکیل میدن.
اینجا که من خدمتتون عرض کردم که منجر به ایجاد یک دولت قوی می‌شود به همین خاطر. به این خاطری که یه حزب میتونه با 38% آرا در پارلمان اکثریت مطلق داشته باشه و دعوای خودش اونطور که میخواد به تصویب برسونه و احتیاجی هم نداشته باشه که با دیگران ائتلاف. این قسمت بعدی هم همینه که رأی احزاب کوچکتر به صورت مؤثر در پارلمان مرکزی میشه که الان خدمتتون توضیح دادم. بعد شماره بعدیش اینه که ارتباط نماینده و حوزه نمایندگیش به خوبی حفظ میشه. این یکی از محاسنش. یعنی که مثلا فرض کنید که شما میدونید که وکیل همین این ناحیه فرض کنید که کنزینگتون کیه؟ شما وکیلتون مشخصه. هر کدوم از شما وقتی احتیاج دارید که برید وکیلتون رو ببینید و مشکلاتتون رو با وکیلتون مطرح کنید، میتونید برید در دفتر وکیلتون، اونجا با وقت بگیرید. تمام وکلا این کارو میکنن، یعنی زمانهای اختصاص میدن برای اینکه اون افرادی که بهشون رأی دادن بیان باشون صحبت بکنن و مشکلاتشون رو برطرف کنن و اونها سعی بکنن که از نفوذ خودشون استفاده بکنن برای حل مشکلات اینا. به اینم میگن سرجری، درست مثل سرجری دکترا میمونه، مثل مطب دکتر، اسمش هم گذاشتن سرجری. وقتی وکلا تو سرجری هستن یعنی اینکه شما میتونید برید باشون صحبت بکنید. این یکی از محاسن این سیستم، یعنی شما میدونید وکیل محلی شما کیه و چون میدونید کیه میتونید برید مستقیما باهاش صحبت بکنید و اون موظف هست که به صحبت‌های شما گوش بده و اگه بتونه کاری از دستش برمیاد که برای شما انجام بده انجام. حالا راجع به سیستم‌های انتخاباتی نسبی صحبت می‌کنیم. سیستم‌های انتخاباتی نسبی به صورت وسیعی در اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرن. تقریبا اکثر کشورهای اروپایی سیستم انتخاباتیشون به یک نوع نسبی. البته حالا بعد من توضیح میدم که اختلافشون با هم دیگه چی هست. در سیستم نسبی میان تعداد کل آرا رو تقسیم میکنن به تعداد کرسی‌های پارلمان. پس از این تقسیم کردن اون جوابی که به دست میاد به اون میگن کوتا. یعنی میگن که مثلا فرض کنید اون جوابی که دست اومده 1000 تاست، میگن هر نماینده 1000 نفر رو نمایندگی میکنه و این تعداد هم برای همشون ثابته. یعنی هر کدوم از این نماینده ها یه تعداد افراد معینی رو نمایندگی میکنن که همه این تعداد ثابته. در صورتی که در اون سیستم فرست پست پست ممکنه یه حوزه کوچکتر باشه یه حوزه بزرگتر باشه. هیچ دلیلی نداریم که مثلا فرض کنیم که حوزه کنزینگتون تعداد افرادی که درش هستن با حوزه ایزلینگتون یکی باشه و مرتبا این باندریا رو دستکاری میکنن تا به نفع احزاب خودشون سیستم رو خود دستکاری بکنن، ولی این در سیستم های پروپورشنال وجود نداره. تعداد کسایی رو که یک نماینده نمایندگی میکنه ثابته. اگه 10,000 نفره برای همشون 10,000 نفر، اگه 20,000 نفره برای همشون 20,000. یه حوزه کوچکتر نیست یکی دیگه بزرگتر نیست، همه این یکی از چیزها. بعد فرمولای خاصی دارم برای تقسیم این که حالا وارد همه این فرمولا نمیشیم، ولی معمولا به این صورت هست که هر کدوم از احزاب یه لیست انتخاباتی دارن. در اون لیست انتخاباتی نام رهبر حزب بالای لیست نوشته شده. یعنی اگه اینا یک نفر هم بتونن به پارلمان بفرستن اون رهبر حزب. بعد نام افراد دیگر رو به ترتیب اهمیتشون می نویسن توی لیستشون.
که مثلا فرض کنید که اگر این حزب بر اساس نسبتی که از آرای عمومی به دست آورده، مثلا 10% آرای عمومی رو به دست آورده، میگن خب 10% نمایندگان پارلمان هم مال این حزب. اون وقت این 10% اگه مثلا 600 تا نماینده در پارلمان باشه، 10%ش میشه 60 تای اول اون لیست از طرف این حزب وارد مجلس میشه. البته لیست اینا خیلی بلنده معمولا، ولی 60 تای اول به ترتیبی که حزب نوشته، این ترتیب اهمیت افراد برای حزب. اما در بعضی از کشورها میگن که رای دهنده باید در اون لیست هم بتونه دخالت کنه، یعنی لیست نباید فقط به وسیله رهبر حزب یا مسئولین حزب نوشته بشه، بلکه رای دهنده با رای خودش باید بتونه در اون لیست اثر بذاره. یعنی اینکه شما هم به حزب رای میدید، هم به افرادی که در اون حزب هستن. اون وقت اون کسایی که در اون حزب اثر بیشتر رای بردن میرن بالای لیست. پس دو تا سیستم کاملا متفاوت وجود داره. یکی این که لیست انتخاباتی به وسیله حزب مشخص میشه و رای دهندگان هیچ دخالتی درش ندارن. دوم این که رای دهنده ها میتونن به افراد هم علاوه بر حزب، چون در سیستم نسبی شما به احزاب رای میدید، میتونن به افراد هم رای بدن و در نتیجه اون اشخاصی که رای بیشتر بیارن میرن بالای لیست و به این صورت رای دهندگان در تعیین لیست هم میتونن نظرشون رو اعمال. این دو تا اختلافیه که بین دو سیستم مختلف، هر دوش نسبیه ولی باز با هم یه اختلافایی دارن. در کشورهای مختلف سیستم‌های مختلفی اجرا میشه، اینا همشون با هم دیگه یک اختلافات کوچیکی دارن. حالا این یکی از اونها. حالا مزایا و معایب سیستم انتخاباتی نسبی چیه؟ الف، نظرات و آرای مردم در ترکیب پارلمان با دقت بیشتری منعکس میشوند. یعنی اگه یه حزبی 10% آرای عمومی داره، 10% نماینده ها داره. اگه یه حزبی 20% آرای عمومی داره، 20% نماینده ها داره. اینطور نیست که مثلا یه حزبی 15% 20% داشته باشه، هیچ نماینده هم در پارلمان نداشته باشه. در اون سیستم فرست پست پست یا اون سیستمی که ما الان در اینجا داریم، ممکنه اون 20% آرای یه حزب در سطح مملکتی پخش شده باشه و در هیچ حوزه‌ای اینا اکثریت به دست نیارن. در نتیجه 20% مردم در پارلمان آرایشون اصلا منعکس نمیشه. یعنی یکی از معایب اون سیستم. ولی در سیستم پروپورشنال این وجود نداره. یعنی احزاب کوچکتر می‌بینید که تعداد طرفداراشون کم هست، بازم به همون نسبت در پارلمان رأیشون منعکس میشه و به همون نسبت نماینده میشه. این یکی از محاسن سیستم پروپورشنال. برای احزاب کوچکتر و اقلیت‌ها فرستادن نماینده پارلمان راحت‌تره. این هم که خدمتتون هست. جیم، تعداد آرای مخدوش شده در کمترین سطح خودشه. در این سیستم ها تجربه نشان داده که تعداد نمایندگان زن در این سیستم پروپورشنال یا نسبی بیشتر هستند. این البته تجربه است که در کشورهای مختلف که از سیستم پروپورشنال استفاده می‌کنند